توصیه نمی‌کرد. این یک خطا در ترازوی سنجش اعمال خلیفه متوفا ارزنی است در برابر کوهی از خدمات خداپسندانش. مرحوم معاویه کم خدمت نکرد به این دیار خسته و پرتشویش. آرامش و امنیتی که بر عراق عرب حاکم است مرهون درایت و کیاست اوست. من به چشم خود پیرزن بادیه ای را دیدم که بی هراس از راهزنان عازم حج بود. کمی غیرت در وجود مسلمین باشد باید بر این سوگ و اسما خون ببارد. برخیز برویم جاریه، برخیز برویم و جامعه عذاب برتن. کجا شیخ؟ نصف شب است. نصف شب برویم بهتر است که تا سر جست جگر بزنیم. من به سوگم و مختار به سور. چطور میتوانیم زیر یک سقف شب را سحر کنیم؟ پس رقیب من تویی. رقبای شما ملکه های قصرهای عربی انبانو. من دختر یک رعیت ساده ایرانی. به زمینی میمانی که هیچ وقت آفتاب ندیده. میدانی خون چه رنگی دارد؟ منظورتون را نمیفهمم. معلوم است که نمیفهمی چون خونی در چهره نداری. حلیمه وا رفته. لباس سفید بپوشی مثل روحی میشوی که از قبر برخاسته. روح باشم به تا عروسی شهرآشوب. خیلی بیرحمی مختار. از رسم ادب و جوانمردی به دور است. آنها میهمان بودند و حرمتشان واجب. تو با این رفتار زشت و زننده‌ات مرا خجل کرده ای. خودم رفتار زشت و زننده عمره. همین که با زخم زبانت زخمشان زدی، با نیش و کنایه هایت تحقیرشان کردی. این هم از بدرقه پرشورتان. واقعا شرم‌آور است. عمر سعد امشب به دلالی آمده بود، نه به میهمانی. آمده بود دلال معامله‌ای شود بین من و پدرت. میخواست ما را بپزد تا از پدرزنم حاکم کوفه که از مقربین خاصه خلیفه میباشند بابت جهیز دخترش فرمانداری ولایتی را مطالبه کنم. کم اهانتی است به من؟ به تو؟ میخواهی با چنین ابلیسی چگونه رفتار کنم؟ مجیزش را بگویم جلوی پایش خم و راست شوم؟ واقعا چنین پیشنهادی داشت؟ بله. در کمال وقاحت و بیشرمی آمده بود معامله را جفت جور کند. لابد حکومت ری را هم حق دلالی میخواست. روی خوش ندید تا از حق دلالی سخن کند. من چه ساده بودم که حرفای جاریه را باور کردم. یعنی مبارک باد و سورچرانی آشتی کنان همه بهانه بود؟ به خدا عمره، به خاطر تو نبود. این ملعون را امشب به غرامت 15 سال خوابی که بر من حرام کرده و کابوس هایی که به جانم انداخته گردن می شکستم. او یک بار همچون موریانه ایمانم را جوید و در حمایت از پسر علی پایم را سست کرد. 15 سال عذاب وجدان دیدم کرده. خدا بخواهد جبران مافات میکنم. گزیده میمون باز خمار بهانه خوبی است برای برپایی دوباره دولت علوی. کوفه از فردا میدان جنگ است. باید هر طور شده پدرت را راضی کنیم خودش را کنار بکشد. راضی نشد. برو تیغ میکشی؟ چه باید بکنم عمره؟ خرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشانده‌اند میراث پیامبر است. من یا باید خودم را کنار بکشم و در آتش کابوس‌های هر شب هم بسوزم، یا باید شمشیر بردارم و بر یزید عیاش بشورم. با یزید بودن ننگ است، زیبنده پدرت نیست. باید هر طور
مجبور شده او را از خدمت کردن در بساط شرک و کفر منصرف کنیم. فکر میکنم قربانی اصلی این میدان منم. پدرم یا شوهرم. خدایا به فریادم برس. کوفه، شهر هزار قبیله، هزار رنگ. عروسی که هر بابادش خیرات نمی کند. این عروسی اهانت به مرگ خلیفه است. خلیفه مرده که مرده، قرار نیست با مرگ هر بنی بشری مردم عزادار شوند. رقاصیان هم در روزی که مسلمین بر مرگ خلیفه فقیه عزادارند به عمد رقاصی میکنند تا عزای خلیفه را بی‌حرمت کنند. ای ششارها عزا کنید! الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مجلس تعزیت و تسلیت است بر رحلت جانسوز کتابت کننده وحی، خال المؤمنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح بلاد روم و قسطنطنیه و ولایات نیل، ویران کننده مقابر فرعونیان، مرحوم مغفور خلداشیان معاویه بن ابو سفیان رضی الله عنه که عاقبت الامر از باده مرگ نوشید و به سرای باقی شتاب. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامری که خداوند ما را مکلف به اطاعت از او می کند چه کسی؟ تا دیروز زبانمان قاصر بود و برهانمان کن، چرا که معاویه متظاهر به دین بود، خود را مقید به احکام دین می‌دانست، مدعی بود بر سنت پیامبر عمل می‌کند و بر طریقت شیخین است. با چماق سیاست و درایت و مملکت داری انقدر بر سر شیعه کوفتند تا همقای شیعه را متقاعد کردند و علمایش را خانه نشین. معاویه هر که بود و هر چه کرد قضاوتش با خداست. امروز که زبان ما بلند است و برهانمان قاطع و برنده،
الامر ما یزید است. یزیدی که ابایی ندارد شرب حرام کند و قمار، یزیدی که ابایی ندارد نماز و روزش فوت شود، یزیدی که انیس و مونسش میمونیست به نام ابو قیس. همانطور که مستحضرید خلیفه مغفور در زمان حیات من باب صیانت از دین مبین و امنیت حدود و ثغور ممالک مفتوحه و جهت ختم منازعات و مناقشات دینی و فرقه‌ای و برقراری صلح و آرامش در کلیه بلاد تابعه، تحفه‌ای نازک خیال و نازک طبع و رقیق القلب و سلیم النفس ادب کرده و به یادگار نهادند که پس از او خلیفه شما باشد و مایه اطمینان قلوبتان. اکنون من نعمان ابن بشیر انصاری فرماندار کوفه به سمعتان میرسانم که زین پس خلیفه مسلمین حضرت یزید ابن معاویت ابن ابو سفیان است. یزید وارث برحق، یزید وارث برحق، یزید امین امت، یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد. بر فرض هر آنچه درباره یزید نقل محافل است حرف مفت، تهمت بدخواهان است، افتراست. نقض آشکار صلح معاویه و مجتبی چه؟ مگر قرار نبود طبق معاهده صلح خلافت موروثی نباشد و خلیفه مسلمین به سنت شیوخ از طریق شورا معین شود؟ این جوانک بیمایه صبر نکرد کفن معاویه خشک شود، بعد چنگ و دندان نشان بدهد. به حاکم مدینه نوشته یا از حسین ابن علی بیعت بستان یا گردنش را بزن. تو رو خدا ببینید وقاحت تا کجا؟ هنوز جای پا محکم نکرده، کمر به قتل اهل بیت پیامبر بسته، علنا دستور قتل پسر پیامبر را میدهد. معاویه وقتی حسن را مسموم کرد قتل را گردن نگرفت، انداخت کردن جعده ملعونه. قصه ای هم درست کردن که این زن کذا و کذا بوده. علا ای حال شما از مشاهیر و زعمای شیعه در کوفه ای بدانید که حسین ابن علی بیعت با یزید را رد کرده و شبانه از مدینه به مکه رفته و در کعبه معتکف شده. من بنا ندارم داغی را تازه کنم و زخمی را ملتهب، اما چه کنم که بی وفایی ما به علی و اولادش را نمی شود کتمان کرد. فرق شکافته علی و جگر پاره پاره حسن گواه قصور ماست. من بنا دارم جبران مافات کنم. من سلیمان ابن سرد خزائی بنا دارم به حسین ابن علی نامه بنویسم و او را به کوفه دعوت کرده و با ایشان بیعت کنم، چنانچه با من هم عقیده و هم رأیید. بسم الله. ذیل این نامه را مهر کنید.
مختار، بله شیخ. نامه را مهر نمی کنی؟ نمیدانستم به چه قصدی دعوت شدم. مهرم را با خودم نیاوردم. حضرات که مهر کردن نامه را بفرستید منزل. اطاعت امر. با نفس عمل موافقی؟ من یک سربازم شیخ. شمشیرم را به قصد حمایت از پسر علی صیقل دادم. بن هریس، در خدمتم امیر. سایه به سایه مختار را تعقیب کنید بدون اینکه بفهمد. میخواهم بدانم مختار در کوفه به کجاها میرود و با چه کسانی هشت و نشت دارد. سمعا و طاعتا. داروگر و زرچوبه خوشت رو بودارم ادویه محرک اشتها داری چی علاج کمقاری و دوای معده دارم ادویه سیادیمه و داری چی داروگر و زرچوبه خوشت رو بودارم ادویه و علیک سلام بانو. چه علیکی؟ تو چرا به شعور من توهین میکنی مختار؟ جا خوش کرده ای در لفقاه و انگار نه انگار که ما هم آدمیم، دل داریم، سایه سر میخواهیم. بعد سالی هم که زینا یراق کردی و به کوفه آمدی، به همه سوراخ سنباهای کوفه سرک کشیدی. دست آخر هم من باب صدقه سرسری به ما زدی تا مبادا مردم گمان کنند مختار جبار است و بین این زن و آن زنش فرق میگذارد. حتما دعوت داشتی تا در خانه سلیمان مرگ معاویه را به عشق بنشینی. خیر بانو. بهش نشستن در مرگ یک انسان ولو دشمن هیچ فضیلتی ندارد. دعوت شده بودم تا بر علیه میراثخوار معاویه یزید علیه اللعنه علم قیام برافرازم. پس سهم ما چه میشود؟ شما روی خوش نشان بده، از سهمت بیشتر بردار. وقتی عمر آمد فکر کردم دختر فرماندار اومده که میتوانند مانع علوی بازی های مختار شود. چه کج خیال بودم که باور کردم. دشمنی تو با آل امیه عاقبت همه ما را خانه خراب میکند. پدر شرطه ها از طرف امیر کوفه احضار شدید. بسم الله. این هم قاصد حول و هراس ما. خیال کردی چون داماد نعمانی چشم بر خیانتت میبندد و به تو اجازه میدهد که با شیعیان کوفه بر علیه خلیفه قیام کنید؟ حالا برو به پدرزن داغدارت بگو که برای دختر عزیزش خانه در طوفان ساخته ای. من فرماندار یزیدم مختار. حمایت از حسین یعنی مخالفت با یزید. مخالفت با یزید یعنی دمیدن در شیپور جنگ، یعنی ایستادن در مقابل من. شما که یک مجاهد انصارید، حیف نیست شریک جرم یزید باشید؟ بینی و بین الله، شما یزید را شایسته جانشینی پیامبر میدانی؟ چرا زلف حکومت را به زلف پیامبر و اهل بیتش گره میزنی؟ چرا حکومت را میراث پیامبر میدانی؟ پیامبر حکومت نکرد مختار، رسالت کرد. بین حکومت و رسالت فاصله از زمین تا آسمان است. آیا سنت پیامبر میراث او هست یا نه؟ آیا خلیفه مسلمین ملتزم به سنت پیامبر هست یا نیست؟